سلام زبان آموزان. در این درس انگلیسی من با شما تصمیم گرفتم که اوید سه فعل یاری دهنده، فعل to be، فعل to do و فعل to have در زمان present simple معلومات دهم. برای معلومات بیشتر گرفتن اوید این موضوع قاعده هایی که من با شما میگم اونها رو نویسید یا اسکرین شات کرده گیرید و حتما ویدیوی ما رو لایک کنید و ما آغاز میکنیم. رفتیم. در زبان انگلیسی سه فعل یاری دهنده است. این فعل های to be، فعل to do و فعل to have است. و برای چی ما آنها را فعل های یاری دهنده مینامیم؟ آنها را با یک سبب فعل یاری دهنده مینامیم، زیرا آنها برای جمله های سوالی و انکوری کردن کمک کرده میتوانند. آنها قادر هستند یا که میتوانند که جمله های انکوری و سوالی تشکیل کنند. برای همین آنها فعل های یاری دهنده هستند و وقتی که این فعل ها همچون فعل یاری دهنده و جمله میآیند آنها ترجمه نمیشن و معنا ندارند و همچون فعل اساسی اگر آیند آنها البته ترجمه میشن و معنای خاصی خود را دارند. و باقی مانده درس ما با شما در نزد دوسکا با مثال ها میفهمونم. رفتیم. چاله که گفتیم مثلا وقتی که آنها همچون فعل یاری دهنده در جمله میآیند آنها جمله را یا سوالی میکنند یا انکاری میکنند و آنها خودشون ترجمه نمیشن. مثلا do you go to school every day؟ یعنی که do you go to school today؟ آیا شما امروز به مکتب می روید؟ در اینجا ما همه جمله را ترجمه میکنیم بغیر از دو، زیرا دو این فعل یاری دهنده است. در مثال دوم is your father a teacher؟ is your father a teacher؟ آیا پدر شما معلم است؟ در اینجا هم is ترجمه نمیشود. و مثال سوم have you been to New York؟ have you been to New York؟ آیا شما یکم بار در نیویورک بودید؟ و دوستان سر میکنیم از فعل to do. یعنی to do این اجرا کردن از این فعل یاری دهنده زمانی present indefinite است، یعنی زمانی حاضر نامعینی. و فعل to do دو شکل دارد. یکم شکل آن این خودی to do است و دوم شکل آن does است، یعنی do does do does. و do و does رو ما در کجا استفاده می‌بریم؟ با جنشین های I, you, we, they ما آن را do استفاده می‌بریم، یعنی I do, you do, we do, they do، یا که do you, do we, do they, do you. و با جنشین های he, she, it یعنی با شخصانی سیوم ما آن را does استفاده می‌بریم، یعنی دومی آن را یعنی does را استفاده می‌بریم. he does, she does, it does، یا که does, he does, she does, it. و وقتی که ما میخوایم جمله عادی را، جمله در زمان present simple رو سوالی کنیم، فرض کردیم جمله ما هست we go to school today، یعنی ما امروز به مکتب میرویم. و وقتی که ما میخوایم که این جمله را سوالی کنیم، با این جمله سوال گذاریم، ما از فعل do استفاده میبریم در اینجا و باقی مانده جمله رو نویسنده سوال میگذاریم، یعنی do we go to school today؟ آیا ما به مکتب میرویم امروز؟ و در واریانت سیوم، در شخص سیوم وقتی که از she ما استفاده میبریم does she drink milk؟ آیا وی شیر منوشد؟ آیا وی شیر منوشد؟ does she drink milk؟ یا که do we go to school؟ و همین حالت دلخواه جمله که در زمان present simple هست شما میتوانید آن را با یاری فعل do یا اینکه با یاری فعل does آنها را پیش از جمله مونده سوالی کنید. و برای این کار کردن جمله، یعنی ما با مکتب نمیرویم یا اینکه وی شیر نمینوشد، ما بعد از جانشین فعل دو رو میمونیم و با پیونده که این کاری not، یعنی we do not go to school today، ما امروز با مکتب نمیرویم. یا اینکه she doesn't drink milk، وی شیر نمینوشد، she doesn't drink milk، we don't go to school. واریانت don't و doesn't این شکلی کوتاهی do not هست، یا اینکه does not، یعنی آنها شکل کوتاه نیز دارند، یعنی don't این برابری do not هست، این شکل کوتاهی do not هست، و doesn't این شکل کوتاهی does not هست. اشتباهی که شما الله که دوستان از این جمله ها پای بردید، وقتی که ما میخوایم جمله رو سوالی کنیم ما فعل دو رو پیش از جانشین میمونیم و وقتی که میخوایم آن رو انکاری کنیم ما فعل یاری دهنده رو یعنی دو رو بعد از جانشین مونده با آن پیونده که انکاری not رو استفاده میبریم. یعنی یک بار دیگر we go to school today، اگر سوالی کنیم
Do we go to school today و اگر آن را انکاری کنیم we don't go to school today. یا اینکه در واریانت شخصی سیوم she drinks milk وای شیر می نوشد. Does she drink milk آیا وای شیر می نوشد؟ یا اینکه she doesn't drink milk وای شیر نمی نوشد. و اکنون میگذاریم با فعلی دیگر فعلی to be رفتیم. دوم فعلی یوری دهنده در زبان انگلیسی این فعلی to be است. to be ترجمه میشد همچون وجود داشتن بودن و وای سه شکل دارد. یکم شکلش am، دومش is و سومش are هست. اوید فعلی to be ما یک درسی پر را تشکیل کرده در اینجا شما میتونید این ویدیو درس را اوید فعلی to be تماشا کنید. در اونجا ما با مثال ها با تست ها و همه نمودی نازکی هاش این فعل را با شما آموزانیدیم. و دوام دیم یعنی چخلی که گفتم فعلی to be سه شکل دارد این am is are هست و با جانشین های گوناگون ما اونها را گوناگون استفاده میبریم. با جانشین های I ما تنها am استفاده میبریم یعنی I تنها با am استفاده برده میشد I am. با جانشین های you we they یعنی با جانشین های شکل جمع از دو نفر زیاد ما واریانتی are را استفاده میبریم are. و با جانشین های he she it با شخصان سیوم ما جانشینی is را میبریم یعنی he is she is و it is. و فعلی to be در جمله ها همچون فعلی یوردیهنده آمده میتواند و ما اونها را در مثال های زیرین میبینیم. یعنی وقتی ما میخوایم گوییم که من معلمم یعنی I am a teacher I am a teacher من معلم هستم. دوم we are students ما معلمیم. she is my course mate وای همکورسی من است. و وقتی که ما میخوایم جمله را سوالی کنیم در این زمان با یاری فعلی to be ما فعلی to be را پیش از جانشین میگذاریم یعنی در بالا I پیش از am بود و در واریانت سوالی اگر ما میخوایم سوال دهیم ما am را پیش از I میاریم یعنی آنها را جایگزین میکنیم و سوالی ما آماده میشه یعنی am I a teacher آیا من معلمم am I a teacher یعنی که are we students آیا ما طلبه ایم. is she my course mate آیا وای دختر همکورسی من است is she my course mate. و در واریانتی اینکاری وقتی که ما میخوایم اینکار کنیم ما حتما جانشین را استفاده میبریم بعدا فعلی to be و بعد از آن فعلی پسونده که اینکاری not را یعنی I am not a teacher من معلم نیستم. دوم we are not students ما دانشجو نیستیم یا که ما طلبه نیستیم. و سوم she is not my course mate وای همکورسی من نیست. فعلی to be شکلی کوتاه هم دارد وقتی که ما میخوایم آن را استفاده بریم یعنی واریانت اینکاری آن را ما از این فرمولا استفاده میبریم یعنی I am not شکل کوتاه ندارد ما پرای استفاده میبریم اون را is not برابری isn't میشود یعنی is not این isn't هست. for example she isn't my course mate و واریانتی are not این برابری aren't میشود aren't. we aren't students این شکلی کوتاهی فعلی to be است. و یک چیز دیگر رو دوستان فراموش نکنید که فعلی to be یک گونه فعل است که حتی همچون فعلی اساسی آمدنش در جمله آن میتواند پیش از جانشین آمده جمله رو سوالی کند و بعد از جانشین آمده با پسونده که این کورینات جمله رو اینکاری کند. یعنی فرق این فعلی to be از دیگر فعل ها در آن است که وای همچون فعل اساسی نیز آمده میتواند و جمله رو سوالی و اینکاری کرده میتواند. و دو فعل دیگری که گفتیم do و have آنها همچون فعل اساسی اگر آیند آنها معنا دارند و همچون فعل اساسی جمله رو سوالی کرده نمیتوانند. بعد میگذاریم با فعلی to have فعلی سوم برای امروز. و دوستان فعلی to have یعنی فعلی داشتن. have در زمان کنجکی همچون داشتن ترجمه می شود. این فعلی یاری دهنده گروه زمانهای perfect است یعنی گروه زمانهای مطلق است و ما این حال آن را در مثالی present simple دیده می بریم. فعلی to have دو شکل دارد یعنی یکم have و دوم has و با جنشین های I, you, we, they ما آن را همچون have استفاده می بریم و با جنشین های he, she, it ما آن را همچون
has استفاده میبریم. یعنی I have, you have, they have. یعنی که she has, we has, it has. یک فرقیت فعل to have در آن است که وای دو طرز سوالی و اینکاری کردن رو دارد. یعنی یکم واریانت وای همچون have یعنی خودش میتواند پیش از جانشین آمده جمله رو سوالی کند و وای میتواند بعد از جانشین آمده با یوری پسونده که اینکاری نت جمله رو اینکاری کند و دوم راه این با کمکی با یوری فعل to do یعنی فعل do همچون جمله اول همچون کلمه فعل یوری دهنده میاد و جمله رو سوالی یا اینکه این کاری میکنه. مثلا I have a brother. من برادر دارم. I have a brother. He has a new car. و یک ماشین نو دارد. و ما اونها رو سوالی میکنیم. یعنی یکم واریانت have I a brother. فعل have همچون سوالی یعنی همچون فعل یوری دهنده خودش پیش از جانشین آمد و جمله رو سوالی کرد. یعنی have I a brother. و من برادر دارم. و دوم راه یک چخلی که گفتیم ما از فعل to do استفاده میبریم. Do I have a brother؟ یعنی ما از فعل یوری دهنده do استفاده میبریم و جمله رو سوالی میکنیم. Do I have a brother؟ یعنی هر دی این واریانت ها درستند. شاید حالا توی که have I a brother مینویسید شما و در یکون جای دیگر میبینید که Do I have a brother؟ یعنی هر دوی واریانت ها درستند و هر دوی آنها همچون واریانت های قانع کننده به حساب می‌آیند. و در مثال شخص های سیوم has he a new car آیا وی ماشین نو دارد یا اینکه does he have a new car آیا وی ماشین نو دارد. در اینجا ما از فعل دو استفاده بردیم و همچون شخص سیوم در واریانت شخص های سیوم ما از فعل does استفاده بردیم یعنی does he have a new car. و وقتی که ما میخوایم این کار کنیم جمله رو I have not a brother یعنی من برادر ندارم یا اینکه I don't have a brother من برادر ندارم یا اینکه he has not a new car وی ماشین نو ندارد he doesn't have a new car. این بود دوستان درسی کوتاه اویدی فعل های یوری دهنده در زبان انگلیسی یعنی auxiliary verbs اویدی فعل های to be to have و to do. اگر سوال ها باشند دوستان پس میتونید سوال های خود را در کامنتر نویسید و ما حتما با شما جواب میگردانیم و همچنین وظیفه خانگی یعنی حال کلمه و تستی که در اکران شما میبینید آنها رو جایهای خالی رو با فعل های to be to have و to do پر کنید. اگر میتوانید همچون مشق در کامنتر باز مثال های خود رو نویسید که ما فهمیم آیا شما وظیفه خانگی را اثبات کردید یا اینکه نکردید. تا درس های دیگر دوستان بای.